فقط من رژیمم، من بدون برنج میخورم. یه ذره سالاد اول. عزیزم برنجش آب کشیه. حالا که اصرار میکنین خب 5 تا برنج، 5 تا قاشق، 1 2 زیاد پر نباید بشه ببخشید، 3 سیب زمینی چی؟ اونم کم روغنه. خب اینو با دستمال کاغذی سیب زمینی روغنش رو میگیرم، این دیگه کاملا رژیمی میشه. تدیگش که عالیه عالی. تدیگش زیرش روغن زدین یا طبیعیه؟ روغنش چیز نیست، چاق کننده نیست. ممنون. ممنون. دستتون درد نکنه. جلوی شکمتو بگیر، نمیمیری، رژیمتو نشکن. شده یه تدیگم. عزیزم شما غذا تو خوب باید بخوری، جوونی عزیزم. آب میشه. پس آب میشه؟ خودتو گول نزن. بیرا هم نمیگی. چون اصرار میکنین من یه برنج کم دیگه. برنجو که قاشقه میکشیدی؟ چی شد پس؟ کفگیر، هر کفگیر هم 5 تا قاشق میشه. من حسابش دستمه. خیلی رژیم بد دردیه. خدا قدر بدونین ژن ما خراب بوده، همیشه باید رعایت کنیم. خسته شدیم. باید ورزش کنم داشت. بود خوشتیپ شم تا 2 ماه مونده. همه هم که خوردم. یه هفته رژیم بودم. همه چی خراب شد.